go. Fend for yourself. You will find me frozen in stone. With a whisper, you would flow. ای دختره بی حیا. من هستم که تو نگاه میکنم به جور ازت بدم میاد. کسی از جوجه بده. آره. اوه خوشگل میخوره، همشون میخوره. نه اون بر اونا، نه خیلی. آفرین زرنگ، خیلی مولی تو. نباید اینقدر بلند باشه. فیکس نمیشه؟ فیکس شدی؟ نه یعنی چی؟ الان آماده ای برای فردا؟
خوشحالی؟ ماهیگیریت بی ثمر بود چی؟ ماهی خیلی آقا منطقیه. خیلی بدم میاد ناراحت میشم یکی این کارو بکنه. خودت چون خیلی بدت میاد دوست یکی دیگه می‌خری. فکر کنم تو دوست اصلا نمیدونستم گزینه دوم اونه. ساکت شو. کاش بهم میگفت. عذاب وجدان بگیر. تا آخر عمرت بعد تقاصشو بس. حتما. دیدی میاد خواستم بگیرم. میگی؟ درسته این عزیزم. فکر کنم همین زاویه خوبه. عینک ندارم چیزی نمیبینم. من داشتم حاضر میشدم برم پیش یکی از دوستام و همین الان چون یه نیم ساعت پیش یه کتابی که 200 ماه طول کشیده بود تا من بخونم بالاخره تموم شد، چون الان خیلی خوشحالم دلم خواست راجع به این کتاب بیام حرف بزنم. الان چون در شور و ذوق این کتابم، به خاطر همین تایم مناسبیه با اینکه وقت ندارم و خیلی تون صحبت میکنم، ولی میخوام راجع به این کتاب حرف بزنم. این کتاب سرگذشت تنهایی، تاریخچه یک احساس از نشر بیدگل، فیباون آلبرتی و ترجمه اکرم رضایی باینیدر نمیدونم تلفظش چیه، میتونم سرچ کنم بعدم بهتون بگم. البته فکر نمی‌کردم که همچین کتابی باشه یا در مورد همچین چیزی باشه. یه چیز دیگه اصلا تو ذهنم بود. یه چندین ماه پیش من و نگین این یه کتاب فروشی دم خونه‌شون رفتیم اونجا، همینطوری وسط پیاده روی رفتیم اونجا یه سری هم بزنیم. بعد یهو چشمم خورد به این کتاب و قبلا هم مثلا جایی نشیده بودم، یا مثلا حتی تو خود این پیج نشر بیدگل هم توجهم جلب نکرده بود. بعد یهو دیدم این سرگذشت تنهایی تاریخچه یک احساس بود. فکر کردم این که راجع به تاریخچه یک احساسی میاد حرف میزنه باید جالب باشه و یه مدت طولانیه من احساس میکنم درگیر این فاز تنهایی و اینکه شاید مثلا واقعا احساس میکنم تنها نیستم یا واقعا آدم تنهایی شناخته نمیشم، ولی همیشه این حس تنهایی با من هست. خیلی وقتا هم شده توی یک جمعی هستم ولی بازم اون حس تنهایی رو دارم و این واقعا برام احمقانه هست بود و فکر کنم قرار باشه، ولی خب نمیدونستم این حس از چی میاد و چرا اینطوریه. جالب بود این که بدونم چی میخواد بگه. احساس میکردم یه کمی بیشتر بخواد این حس رو مثلا فلسفی طور باز کنه و راجبش حرف بزنه، ولی متوجه شدم مثلا اینطوری نیست. همیشه همینه، من مثلا فکر میکنم راجب یه کتابی یا میبرم اون کتابایی که قبلا ندیدم جایی یا نشیدم راجبش، با یه کتاب تازه دارم آشنا میشم، مثلا فکر میکنم این کتاب راجب یه چیزه، یا مثلا طبق چیزی که مثلا پشتش می‌نویسه یا تو مقدمش مثلا فکر میکنم واسه خودم خیال پردازی میکنم که این کتاب راجب اینه. بعد وقتی میخونم و وسطاش یا انتها اینطوریم که مثلا چی فکر میکردم چی شد، مثلا کتاب راجب چی بود ولی الان راجب چی هست. ولی یکم ناامید شدم صرفا به خاطر اینکه توی پیشگفتار طور داشت یه طوری اون مقدمه گفت من فقط راجب بریتانیا و این کلا نسبت به غرب دارم بررسی میکنم این حس تنهایی یا این لفظ تنها و تنهایی رو، و یه جاهایی احساس و مثال هایی که میزد بیشتر راجع به اون جامعه بود یه طوری ناامید کننده بود، انگار واسه ما غیر قابل لمس، واسه من که تو ایران مثلا زندگی میکنم غیر قابل لمس احساس کردم قراره باشه ادامه کتاب، ولی در واقع نبود اصلا.
هر چیزی که گفته تو این کتاب و کاملا ما هم میتونیم حس و تجربه کنیم. کلا چند تا فصل متفاوته که میاد توضیح میده این تنهایی رو توی اشکال مختلفی که میتونه وجود داشته باشه و ما بتونیم لمسش کنیم. مثلا تنهایی آدم هایی که پیرن، یا تنهایی آدم هایی که فقیرن، یا مثلا آدم هایی که اون عشق رمانتیک رو تجربه نمی کنن یا نکردن هنوز و احساس میکنن که تنهان و اگه کسی باشه که تو زندگیشون باشه که اون عشق رو تجربه کنن، انگار اون تنهایی از بین میره، ولی ممکنه نره. راجع به این چیزا خیلی حرف زده، یا مثلا چند تا از نویسنده ها رو زندگی اونا رو بررسی کرده یا نامه هایی که می نوشتن اونا رو بررسی کرده و گفته که اینا حتی تنهایی رو تجربه کردن یا چطوری اینا تنهایی رو تجربه میکنن و چه این تنهایی چه اثری روی آثارشون داشته یا کلا توی زندگی آدما داره این تنهایی. کلا توی این کتاب از نظرهای مختلفی راجع به تنهایی حرف میزنه و از بعدهای مختلفی به تنهایی نگاه میکنه. مثلا از نگاه این که این یک احساسه و احساس چیه کلن و این تنهایی چه جایی در این احساسات داره، یا اینکه سیاست و فرهنگ و جامعه و اون افکار مردم چطوری تغییر کرده و چه جوریه که حالا تنهایی تو این یکی دو قرن گذشته انقدر زیاد شده و انقدر همه راجع به تنهایی حرف میزنن. 1000 تا موزیک، 1000 تا فیلم و 1000 تا کتاب راجع به تنهایی وجود داره که همه یا مینالن یا اوکی هم با تنهایی یا اون حس انزوایی که دارن و یا مثلا یه سری نیاز دارن به تنهایی برای اینکه بتونن رو خودشون کار کنن یا رو اون حرفه و مهارتی که دارن رو اون کار بکنن. یعنی از یه جایی مثلا میگه این تنهایی حس خوبی هم به آدما میده، ولی یه جاهایی هم این تنهایی حس بدی به آدما میده و باعث میشه که همش ما نالانیم یا ناراحتیم نسبت به اینکه تنهاییم، یا اینکه اون حس درک نشدن توسط آدم ها رو داریم و احساس تنهایی میکنیم. یا حتی چیزی که واسه من خیلی جالب بود و هیچ وقت بهش فکر نمی کنم این حس تنهایی بود که توی آدم های فقیر یا آدم هایی که شرایط مالی خوبی ندارن، که این هم باز برمیگرده به سیاست یا اون جامعه، این تنهایی که اینا تجربه میکنن یک نوع دیگه، یه شکل دیگه و خیلی جاها توی این کتاب راجع به این حرف زده که مثلا سیاست یا این جامعه یا مثلا بریتانیا چرا تو این حوزه کاری نمیکنه یا چرا یک راهی رو بر نمیگزینه که این قضیه یکی واسه اخشار واسه طبقه‌های مختلفی از مردم راحت تر بشه یا این مشکل رو نداشته باشن. اگه شما میگید که تنهایی یک احساس همه گیر شده و همه دارن تجربهش میکنن، چرا کاری نمی کنید که کمتر تجربه کنن؟ و مسئله دیگه که راجبش صحبت میکنه این که جهان ما فقط فردیت ما، جهانمون با اون تعریف نمیشه، با باورها و رابطمون با دیگر انسان ها یا مثلا روابطمون با حیوانات، با اشیا، با همه این چیزها تعریف میشه و فقط فردیت نیست. و مسئله که میگه یه باگه یا یک مشکلیه اینه که تو قرن 21 تو جهانی که قطعیت و اون یگانگی فرد برتر از اون احساس تعلق جمعیه. این کتاب به همه این جنبه های این قضیه نمیپردازه، ولی یه طوری یک مباحثی رو باز میکنه که شما یه دیدگاه دیگه این نسبت به این قضیه، این احساس، این تنهایی، این نوع تفکر داریم. نظرم واقعا نیازه که ما الان تو این قرن و تو این زمان راجبش بخونیم و راجبش فکر بکنیم.
که انقدر این حس تنهایی رو تجربه نکنیم. و طبق معمول این اثر سوشال مدیا و اینترنت و اینستاگرام و این چیزا هم همه رو بررسی میکنه و راجبش حرف میزنه. یه کمی هم فاز فمینیستی داره توش و اینا، اگه حال میکنید بخونید. خدا حافظ. میبینم بعد میخوام. نه اصلا نمیخوام. مثلا نمیخوام که بخوام خواب بپرم. چطور وقت نداری؟ حالت خوب نیست ولی وقت داری استوری بذاری، هر روز لاس بزنی ولی وقت نداری. واسه چت لاس نمیزنی؟ بچه گویم واسه چی استوری میذاری؟ خب تو هم تو پیجش، تو هم خب میتونید. چقدر قربون بیماریشو تشخیص دادم دیگه. این خوش میخواد. هنگه چیه؟ لیریکسشو برم چک کنم ببینم رفتی به ما. احمد بخند. با مزه. هفتونی که طاقت نیبردی نه سر کیکو بخواستم ببینم خوبه یا نه. و متوجه هم خوبه. تو دستمال بده. بابا چرا قول مگه به پفتولا کار میدن؟ ببینید عزیزم اینو به این شکل قاشق نگیر گرفت. بیا زیر لما قاشق تا توت میشه. خب اونو بله درستم؟ اونو بله خب ولی یه چیزی نگرفتم واسه موز چاقو نگرفتم. خوشحال باشه سرخوش خیلی بد ندارم. شکست خوردی. تا اینجا 2 مرحله عقبی. گردون کپنگزه این کاسه رو میگیری میذاری زیرش چون نه کاسه این زیر شکر میدونم که من برو همون موقع بهت گفتم. نه بابا بابا یه ذرهشو میگیری. من نگفتیم من نمیخوام تا میوه فروشی رفتیم برگشتیم. قاشق مال من آماده. امتیاز چه 80 از 70. همینطور که میبینید دسر هورا. دسر هورا اصلا هورا در بخش بهداشت یه شکست خورد. تو خوبی گاز میزدی فرس میکردی. خودم دارم میخورم دیگه مشکلش نگاه کن. چه بوی میده. حالا هر کی ندونه فکر میکنه کیک ایتالیایی شکلاتی خوبه بوش کن. خونگیه. بو روغن صنعتی میده دیگه چه؟ روغن صنعتیه این؟ آره. قاشق هم خوب. بگرد پیدا کن. نمیدونم چی انتظار همکاری در یک رقابت رو داری؟ رابطه ها بعد از سال 4 شهاب اینا رو میخوام در حالا انظار عمومی چیزشون ها سنسور فیل سانسورش کن. توضیح نمیدی؟ مشخصا بلد نیستی عزیزم.
مثلا تو مخاطب وقتی با خودت همراه نمی‌کنی خودش امتیاز منفی داره. بعد آخه کدوم اسکلی اول سر بستنی رو میریزه؟ من نمیدونم. البته به من ربطی نداره. رقابت یک رقابت آزاد عزیزم. ولی تو از همینجا رقابت بچه‌ها میتونن نظر بدن که کی بهتره عزیزم. تو اینجا زیاد پاخیه من فشار وارد نکن به خودت. خب امبو این رد و برقه پفتون بازی های تو پفتولم یه سمادم برد. بابا خفه شو کجاش نصفشه کلی جوکی بابا جوکی ازم تویی. آخه چقدر تو با کلاسی با قاشق موزه میبری؟ مواظب باش. میخوره؟ اکنون هورا رو میبینیم که با قاشق داره موزش رو آهنگ به آهنگامون چقدر چرت و پرت. آهنگات برنده منم. اینه که دیگه در جریانی. دست تو بردار شات برنده بگیرم نباش حالش کن. حالشو ببر. قطعا مال من قشنگ‌تره. قشنگی که تردا تو دیواریم. نه قشنگی. برو بابا بس کنی اثر هنری رو نگاه کن. موزاتو نگاه کن. راحت الحلقوم تره. اوه تازه میره سرم اصلا دوم. چی فکر کردی؟ آسفالی کردی که من اون که مهم نیست اینو نگاه کن. شریعه میبینی؟ مال من هم قشنگتر هم خوشمزه تره. نباید یکی چیزی رو میتونه خوشمزه تر باشه.